پدر دولت قدم تصویرهای او را که آوان تحصیل در مکتب گرفته است نمایش می‌دهد. او میگوید دولت قدم که به اوباشی در هواپیمای مسکو دوشنبه متهم می شود جوان خوش اخلاقی بود. وای ایکوروی بد انا توزر یگان ای طرف ملیسای خیل ای طرف و یگان چی نشونیدگیم. پدرش میگوید دولت قدم بعد ختم صنف 9 در تشکیلات مددگار مدافعه تاجیکستان کورس هوانوردی را خواند. بعد ایمو که چی مبلغ کم بود خیلی نبود وای روی کردم امس که اموجا پیش خیشو خونه وای 2 سال اوجا خوند بعد اوجا بسیار ایوجا داجه ویا بسیار ستویش کردن که بسیار آدم نوازای. با پدر دولت قدم اقربایش تلفنی خبر دادند که اوضاع پسرش خوب نیست. خیلی 5-6 روز ایوجا همون شریکوش خیشو تلفن کردن یوشو قطعش بودن تلفن کردن که وای بسیار گپ میزند و خیلی من بعد اینترنت قطع برو آمدم قطعش گپ زدم که حقیقتا وای همین گپوی خیلی میزند که پسرم دمونه نبود. با قول پدر اشتباه آنها این بود که دولت قدم را به ره بلد گسیل کردند. راپور میگن که یک آدم کمی شناس بوده همون گفتگن که نگاه کن که کمی کسالای ممکن وای ایودش نبر آمدگن همی خطو کردگن که وای آدم بیگانه قطعی روی. برادر دولت قدم از استفاده برندگان شبکه‌های اجتماعی می‌خواهد در قضاوت‌ها سختگیر نباشند. همین سخن‌های یعنی نادرسته که نسبت وی میگویند باید این خیلی نباشد. پدر هم از لطوکوب شدن پسرش اظهار نگرانی میکند. انا دینا تماشا کردیم وای زدگی اند چون که وای کسل روی اگر وای زنند وای تماما ایودمگری میبرد ما بعد خیلی کی داد زنیم این تاجیکستان گفتیم ممکن همین حکومت تاجیکستان کمی کمک کند. تشخیص طبی دادگاهی معلوم میکند که او سالم است یا بیمار. 29 اوگوست در هواپیمای اورالسکی اویالینی دولت قدموف رفتارهای نامقبول کرد و هواپیما به این خاطر به مسکو برگشت. حالا او زیر نظر مقامات است. پدرش امید دارد مقامات تاجیک برای منصفانه بها دادن قضیه را زیر نظر میگیرد.